سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. به توافق رسیدن، به توافق رسیدن. anlaşmak، anlaşmak، به توافق رسیدن. خب مثال رو نگاه کن. müdürle maaşım hakkında anlaştık. müdür همین مدیر، ل پسوند با هست، میگه با مدیر. maaş به معنی حقوق، پسوند مالکیت است. میگه müdürle maaşım، حالا میگه با مدیر در رابطه با حقوقم. hakkında، حق به معنی در رابطه، درباره، دا پسوند در هست. میگه anlaştık، anlaşmak به معنی به توافق رسیدن. خب حالا میگه با مدیر در رابطه با حقوق یا حقوقم به توافق رسیدیم. خب müdürle maaşım hakkında anlaştık.